سلام دوستان، همکنون در حال قبض روح هستیم. پست. نه حرف گوش نمیدن اصلا. چی بودین؟ بچه‌مه خونه کسی پیشش نیست، با خودم میبرم این سر کار. بیا اینجا قربونت برم من. کجا بردی اینا رو؟ یه 4-5 شودی جب کلا جب واری داره، برو بردار. تو رو خدا من نمیخوام الان بمیرم، زوده. میگم تو ایرانی؟ آره چطور؟ ببریم. فکر کردم اروپایی چیزیه. ببریم، خیلی خوش میگذره. با مامان گذاشتیم تو قبری نکیرومانگر کو. سرشون خیلی شلوغه، خودت یه جوری جمعش کن. استغفرالله، پیش من باید کاراشونو بکنم. سالا رو بلدی خب؟ نه. ببین من جوابا رو بهت میگم ولی بکشی نگیم. Just like this. با کی حرف میزنی؟ بابا یکی از همکارامون تو شیکاگوه، بلد نیست قبضی رو کنه، دهنه بره سرویس کرده زنگ میزنه. Look, it's so easy. It's so easy. Just قبض the soul. قبض the روح. It's so easy. It's like drinking the water. خدا قصدی شدیم. مرخصی هم که نمیدین. هی از این قاره به اون قاره. از جیبوتی به ژاپن، از ژاپن به آمریکا، از آمریکا به استرالیا. با بچهای بالا صحبت کن. بگو ماشینی موتور چیزی زیر پای ما بذارن. بعد حتما بیمه داشته باشم. من بیمه شک در نمیخوام. بگو از بیمه دادکام بگیرن. آخه PS5 هم میخوان جایزه بدن. عزیزم نه، من که دلم نمیخواد خرج دستتون بذارم. شما یه لند کروزم برام بخرین کفایت میکنه. هادی بیشتر الهی میکشی برای من. چی شد؟ رفتین تیر برق. دندرم اتوماتیک کرده، دخترم سوال کرده، این دست آزاده، این دست راحت و رها باشه. دختر خوشگلی هست. با من پسرم. خاک تو سرت کنن. میدونن کجا باید ببرمت؟ طبقه منفی 10. آسانسورم نداریم.